افزاری یک کامپیوتر محسوب می شود که به صورت یک مدار مجتمع یا IC بر روی برد اصلی یا مین بورد در جعبه سیستم یا کیس قرار می گیرد. وظیفه این واحد انجام عملیات محاسبه، منطق، کنترل و به طور کلی پردازش داده هاست و به این دلیل آن را واحد پردازش مرکزی یا Central Processing Unit می نامند. CPU یک تراشای چند سانتی متری شامل میلیون ها ترانزیستور و اتصال است. این قطعه از دو قسمت اصلی واحد کنترل یا CU و واحد محاسبه، همینطور منطق یا ALU و همچنین تعدادی ثبات یا رجیستر که نقش حافظه‌های موقت را ایفا می‌کنند تشکیل شده است. قدرت CPU ها از لحاظ فنی توسط دو مشخصه اصلی تعیین می‌شود. اولین مشخصه طول کلمه یا تعداد بیت هایی است که ریز پردازنده در یک لحظه می‌تواند مورد پردازش قرار دهد. طول کلمات معمولاً 4، 8، 16، 32 و 64 بیت می باشند. کامپیوترهای شخصی امروزی 32 بیتی هستند و به تازگی کامپیوترهای 64 بیتی جای خود را در بازار باز کردند. اما به دلیل عدم گسترش نرم افزارهای سازگار با این کامپیوترها هنوز به طور کامل جای پای خود را محکم نکردند. دومین مشخصه نیز سرعت ساعت می باشد که عبارت است از تعداد ضربان‌های الکترونیکی که در ثانیه تولید می شود و با واحد مگاهرتز اندازه گیری می شود. سرعت PC ها یا کامپیوترهای شخصی امروزی بالغ بر 3 گیگاهرتز است و هر گیگاهرتز معادل با 1000 مگاهرتز است. هرچه میزان این دو مشخصه بیشتر و بزرگتر باشد، ریز پردازنده قوی‌تر و سریع‌تر خواهد بود. برای تعیین قدرت CPU ها علاوه بر دو مشخصه ذکر شده، دو مشخصه دیگر نیز وجود دارد. یکی تعداد دستورالعمل‌های CPU و دیگری حالت انتظار است. منظور از حالت انتظار مدت زمان لازم جهت دو دسترسی متوالی به داده‌ها و دستورالعمل‌ها در حافظه است. نظر به اینکه معمولاً سرعت رم کمتر از سرعت CPU است، لذا CPU جهت دسترسی به اطلاعات رم باید مدتی در انتظار بماند که هرچه مدت زمان کمتر باشد، سرعت کامپیوتر بیشتر شده و در نتیجه عملیات پردازش سریعتر انجام خواهد شد. یکی از ابزارهایی که باعث افزایش سرعت می شود، حافظه نهان یا کش نام دارد. این نوع حافظه ها از نوع ثبات و دارای سرعت بسیار بالایی هستند. این حافظه ها برای بالا بردن کارایی و سرعت CPU ها و ایجاد تعادل سرعت بین CPU و رم در نظر گرفته شده. در حال حاضر عموماً مقدار کامل این حافظه 512 کیلوبایت یا 1 مگابایت است. البته در آینده نزدیک این مقدار بیش از این نیز خواهد شد. از آنجا که CPU مغز یک سیستم کامپیوتری به شمار می آید، انتخاب صحیح آن می تواند کارایی سیستم را بالا ببرد. تاکنون پردازنده های متعددی در شرکت اینتل ساخته شده و مورد بهره برداری هم قرار گرفتند که عبارتند از 8086، 80286، 80386 و 80486 که البته در اصطلاح عامیانه عدد 80 از ابتدای آنها حذف شده است. پس از این سری نسل کامپیوترهای 586 یا پنتیوم توسط کارخانه اینتل به بازار آمد. سری پنتیوم از سرعت 66 مگاهرتز و به عنوان پنتیوم 1 به بازار عرضه شد. پس از آن پنتیوم پرو، پنتیوم 2، پنتیوم 3، پنتیوم 4 به بازار آمدند. در حال حاضر جدیدترین نوع CPU ها پنتیوم 5 ها هستند که البته هنوز به خاطر قیمت گران به صورت عامیانه در بازار وجود ندارند. ولی سری پنتیوم 4 با توجه به قیمت و کارایی مناسب بیشترین تعداد را در بین دارندگان کامپیوترهای شخصی داراست. یکی دیگر از شرکت‌های تولید کننده CPU شرکت AMD است. این شرکت سازنده انواع CPU های K5, K6, K7, اتلون، بارتون و سمپرون است. پرتعدادترین CPU های فروخته شده این